خب بریم با چند تا طرف میخ و سرشو میزنیم، بعد میزنیم توی سوراخ، بعد میسابیمش تیز بشه، بعد سرشو خم میکنیم برای محکم کردن میلگرد. اوکی. چکشو میذاریم لاش، بعد تنابو میپیچونیم همچنان میپیچونیم. چه دسته قشنگی. آیا اینطوری شلنگ رو باید فرو کنیم؟ نه، باید یه میخ سیم برداریم بپیچونیمش. واسه لوله گازی که نشتی نداشته باشه. فهمیدم. اینجا ما یه چیزی میخوایم فرو کنیم تو این لوله. چکار میکنیم؟ سرش یه چیزی میبندیم. میخ چیز موره میبندیم. چه روش باحالی. آیا از امنیت در خود غافل هستید؟ با یک انبردست اینطوری ببندید. چشم معلوم نیست که به چیه. یک کاغذ بردارید، زبدر بکشید، بعد اینجاشو علامت بزنید با چوب، بعد اینجاشو یه علامت دیگه بزنید، اینجاشو